ای کاش نهادهای بین‌المللی استقلالیت می داشتند و پیامشان هم اگر می بود ما می گفتیم پیام مستقل هست. ایرا مطمئن باشین 5 کشوری که در سازمان ملل حق وتو داره، فرانسه، انگلستان، روسیه، چین، آمریکا و کشورهایی که با افغانستان تعامل خوب دارن و انگلیسی ها و آمریکایی ها برشان هدایت داده که از این طفل استخباراتیشان حمایه بکنه که پنجابستانی هاست و پیامشان هم باز اعلامیه صادر میشه. او د امنیت شورا دلار نغوړي دا تر سره ببینین بله امی شورای امنیت در قبال مردم فلسطین شما چی میگین برادر؟ روسیه چین اجازه ورکوي افغانستان؟ طبعا که این اجازه برشان نمیده. وقتی که دست و پای آمریکایی ها و انگلیسی ها از طرف ای که روسیه افغانستان را به رسمیت شناخت، چین هم اولین سفیر افغانستان را رئیس جمهورش اعتبارنامه را قبول کرد، هندوستان هم یک برنامه خوب با افغانستان داره و نارام هستند، میفهمند که همون حضور آمریکایی ها در افغانستان کمرنگ شده. پس بنابراین از طریق شورای امنیت فشار بالای افغانستان و کشورهای حامیش میارن. وقتی که شورای امنیت نشست دایر میکنه، همین شورای امنیت خبر نداره و با او مدیریت نکرد با حضور ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شرم الشیخ که پنجابستانی کلان هم بود پا که ترامپ هم اونجا حضور داشت که میگفته جایزه صلح باید ببری. امروز هم ده ها فلسطینی شهید شد. چرا شورای امنیت در مقابل شهدای فلسطین اعلامیه صادر نمیکنه؟ 100,000 نفر شهید، 60,000 نفر زخمی، 20,000 اطفال، 700 چند خبرنگار هم کشته شد. غزه هم ویران شد. نهادهای بین‌المللی هم در اون نشست شرم الشیخ حضور داشتن. چرا جلسه دار نمیکنین؟ ما با پنجابی تقابل داریم، اما با پیکا، کلاشینکوف و پایلوچ از کرای مرسلمی افغانستان او را دواندن. افغانستان حق خود گرفته میتونه. امنیت شورا تا ضرورت نشته. ببینین وقتی که با گفتمان میشه موضوع حل شوه، شورای امنیت چی میکنه؟ آیا شورای امنیت به افغانستان اجازه داد نماینده مردم افغانستان در شورا باشه، کارت خود بلند بکنه؟ نماینده ملت افغانستان کی است وجه؟ و نمایندگی از کی میکنه؟ از قریه، از ولسوالی، از ولایت. وقتی که نام رئیس جمهور اشرف غنی از شورای امنیت از لیستش خط زده شده، باز نماینده سازمان ملل، نماینده افغانستان در اونجا کی هست؟ این تمام موضوعات استخباراتی هست. این تمام موضوعات منابع افغانستان هست. افغانستان به تریلیون‌ها دلار منابع طبیعی داره، به شمول آبهای طبیعی افغانستان یورانیم متال را به کار دارن. اوها مثل آهن را به کار دارن. اوها خط مواصلاتی افغانستان را که قلب تپنده آسیای میانه است به کار دارن. این بهانه جویی است. شما داخل خانه خود تامین امنیت کرده نمیتونین. پنجابستانی از لاهور میخزه میایه میره اونجا میشینه میگه شما بیاین تامین امنیت بکنین.